فوتبال آرژانتین سالهاست بازیکنای بزرگ رو به خودش دیده، از مارادونا تا باتیستوتا و از ریکلمه تا آیمار، اما کمتر کسی میتونه مثل مسی امیدای یه ملت رو سالها روی دوشش حمل کنه. بیش از 20 سال بر بام فوتبال دنیا ایستادگی کردن، کاری که فقط مسی انجام میده. خیلی‌ها فکر میکردن بعد از قهرمانی 2022 قطر دیگه چیزی برای اثبات نمونده، اما انگار مسی هنوز با تاریخ کار داره. جام جهانی 2026 برای اون میتونه فصل تازه‌ای باشه که نزدیک به 2 دهه ادامه داره. تا همینجا اما مسی تو صدر بهترین گلزنان این جامه و با 19 گل به تنهایی در صدر گلزنان تاریخ جام جهانی ایستاده. اما درباره مسی هیچ وقت فقط آمار حرف نمیزنن. هر بار که توپ زیر پاش قرار میگیره انگار بخشی از تاریخ فوتبال دوباره نوشته میشه. حالا آرژانتین یه بار دیگه به مراحل پایانی رسیده و نگاه میلیون‌ها نفر دوباره به مسی دوخته شده. اینکه مسی میتونه بار دیگه آرژانتین رو به قله فوتبال جهان برسونه یا نه؟